دوستان سلام، رفقا سلام، خوب و خوش و سلامتی؟ چه خبرها؟ جان خبرها دست منه. باشه، حالا که توپو شوتیدید تو زمین بنده موشکافم توپو با یه شوت اساسی میکوبم تو تاق دروازه عظما. این شما و اینم آخرین روزخونی علی گدا. این همه جوانهای حزب اللهی و انقلابی رو برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. قبل از اینکه نفس علی گدا برگرده تو کلوش، اکبر شاه به صحنه اومده با یه دهنکجی تابلو هم علی گدا رو کوبی و هم بسیجیاشو. رفسنجانی: روش افراط و تفریط مقطعی، ناکارآمد و نهایتاً بی تأثیره. اگه یادتون باشه مدت هاست که کوسه چپ میره و راست میاد، هی میگه رأی ملت حق و ناس، رأی ملت حق و ناس. طرف صحبتش هم خود علی گداست، بهش میگه مبادا تو انتخابات تقلب کنی و سهم ما رو بالا بکشی ها. مبادا مثل سال 88 بخوری و کشکم کف دست ما نذاری ها. مثلا همین یه ماه پیش یه چنین حرفی زد: نیاز اساسی کشور تحول است و مردم ما وقتی همه چیز از طرف دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی فشار می آورد که از یک انتخابات درست از سوی آنها جلوگیری شود، متحول شدند و جمله رهبر انقلاب درباره حق و ناس بودن رأی مردم یک نهیبی به برخی مسئولان زد و با اینکه توانستن در یک مرحله راه مردم را سد کنند، ولی در مرحله بعد ناباورانه خواسته مردم به نتیجه رسید. علی گدا که معلوم بود خیلی از این سیخ و سنبای کوسه گزیده شده، اولش دندون سر جیگر گذاشت، اما ته خط جوشو برد و همه دق دلیاشو یک باره خالی کرد تو سر صورت شیخ اکبر. اینی که ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار میکردن باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر همین بود که از حق و ناس دفاع کردیم. ملاحظه کردی؟ میگه حق و ناس یعنی همون کاری که ما سال 88 کردیم، یعنی همون بکش و کهریزک و باقی داستانا. میگه هوی اکبر کوسه، حرف خودمو به خودم نزن، من خودم آخر این شالاتان بازی ها. اگه فکر کردی با چماق حق و ناس میتونی امام منو پریشون کنی، کور خوندی. گاهی به وزارت کشور ایراد میگیرن، گاهی به شورای نگهبان ایراد میگیرن. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است، باید احراز کنن صلاحیت را. اگر دیدن که کوتاهی شده از آدمی که صلاحیت نداره از وارد شده، جلوشو میگیرن. این حق اونهاست، حق قانونی اونهاست، حق عقلی و منطقی اونهاست. بعضی بی خود ایراد میکنن. بخشی از این حق الناس همین حق رأی شورای نگهبان است، همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان. این جزء حق الناس است. دیدید؟ معلوم میشه بق و بوق ورق پاره ها و ارعر رئیس خوبگانش تأثیری نداشته، مجبور شده خودش بیاد وسط و با همین فضاحتی که دیدید و شنیدید بذاره تو کاسه رئیس جمهورش. کسی که باید بگوید صالح هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظر، مجری نیست، مجری دولته. بله اینجوری هست، یعنی دیگه از این روتر نمیشه با آشولاش بودن نظام اعتراف کرد. حالا به حرفای شیخ فری همزمان با همین روزه علی گدا گوش کنید تا روشن بشه که تیغ عظما ماستم نمیبره. شرایط ما بعد از برجام از لحاظ اقتصادی کاملا
عوض خواهد شد. یعنی یک فضای جدیدی در اختیار ما قرار میگیره. سرمایه گذاران خارجی، کارآفرینان خارجی فضای استانها را انشاءالله به تدریج آماده بکنم برای انتخابات بسیار پرشور در ماه اسفند که ما شاهد یک حماسه بزرگ انشاءالله در سراسر کشور باشیم و باید طرف اصلا عین خیالش هم نیست. یعنی حرفای علی گدا براش یه چیزی تو مایه‌های بادم جون باکس زدنه. بازم میخواد شورای نگهبان رو دور بزنه و خطش رو با استاندارای جام زهریش پیش ببره. از اون طرف هم اکبر کوسه از موضع پدر نهضت رفته نشسته با رئیس جمهور اتریش دیزی 2 نفره زده و از رابطه با آمریکا گفته. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش رئیس جمهوری اتریش در مورد آینده روابط ایران با آمریکا تصریح کرد: ایران آمادگی کامل دارد تا در دوره جدید خود با همه کشورهای جهان به ویژه اروپا روابط و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی را گسترش داده و بر اساس منافع متقابل سطح همکاری‌ها را ارتقا بخشد. آقا یه وقت فکر نکنید باندای نظام تو همه چی 180 درجه عکس همدیگه هستن ها. نه، تو دست و پا زدن واسه حفظ نظام و جنگ و دعوای انتخاباتی جفتشون عین همدیگه‌ن. جفتشون هم میدونن که تو دوره پس و زهرخوری کل نظام داره پسکی میره. حکومتی که تضادای درونیش اون باشه و مشترکاتش اینا، معلومه که آخرای کاره.